شما خوبان و شما عزیزان، بر تک تکتان سلام. امیدوارم در هر کجایی که هستین دارای صحت کامل و تن سالم باشین. عزیزای دل، امروز من خواستم یک ذره خجور آماده کنم و خواستم با شما هم شیر کنم. امیدوارم که این خجور خوشتان بیاید و به خاطر ماه مبارک رمضان آماده میکنم. البته شما هم کوشش کنید که در ماه مبارک رمضان بعد از وقتی که آدم غذای خودم میخوره یگان ذره شیرینی دل آدم میشه. باز این چیزا کار آماده کنین و بخورین نوشجان کنین. از مواد لازم خجور نظر به مقدار ضرورت است. من میخوایم که یک مقدار متوسط آماده کنیم. اگر شما بخواید زیاد آماده کنین زیاد موادش استفاده کنین، زیاد بگیرین. مثال اگر ما 3 دانه تخم میگیریم شما میتونید 6 دانه تخم استفاده کنین و یا بوره همچنان میتونید زیاد بگیرین. روغن هم همه چیزش. 3 دانه تخم مرغ است، 1 گیلاس پر بوره هست، یک مقدار نیم گیلاس البته روغن است، بیکینگ پودر است، خمیر مایه هست و هیل است. در قدم اول شروع میکنیم و آرد سفید است. تخم انداختم عزیزای، 1 گیلاس بوره رو امروز میدادیم و خوب به هم میزنیم. عزیزای را خوب میکس میکنیم. و یک چیز براتون بگویم که خجور متفاوت است دیگه کلچه ها. یک ذره خمیرش زیاد سخت میباشه به خاطر که در نقشش بسیار زیاد نقش خوب مقبوله بگیره. بخاطر باید خمیرش سخت باشه و در پختنش هم همچنان. و روغن البته میخوایم قدر ضرورت کم بندازم به خاطر که خجور در داخل روغن سرخ میشه. روغن طبعا جذب میکنه. روغن گرد میکنیم. و من میخوایم که 2 گیلاس شیر اضافه کنم عزیزا. 2 گیلاس بسیار کم. البته نمک و 1 قاشق 15 میلی گرم است خمیر مایه است. زایره همراه خمیر مایه خوب مخلوط کردم. حالا نوبت عزیز که آرد پرتیم. آرد سفید است. آرد البته قدر ضرورت میندازیم. هیل است 1 قاشق چایخوری. از 1 قاشق چایخوری بالاتر است زیادتر است. البته 1 قاشق نانخوری است. ایزال بیکینگ پودر گرد میکنیم. بیکینگ پودر مخلوط کردیم همراه آرد. این مواد جور شده و یک ذره ناگفته نمونه یک کمک آرد سبزدار است که ما میخوایم میره همراه آرد سفید گرد کنیم، چرا که هم خجور خوشمزه میایه و این آرد سبزدار یک طعم خوبش داره است. آرد سفید مقبول میایه نانایش، اما باز طعم حساب مزهش از آرد سبزدار بسیار طعمش خوبش است. یک مزه خاص خود داره. مثل که در افغانستان اگر یادتان باشه از آرد گندم زیادتر مردم استفاده میکردیم ما شما. این شکل است. یک مزه خوب خود داره. ایزا خمیر ما آماده شد. میبینین چقدر سخت و خوبش است. میبینین بسیار سخت است و مدت 20 دقیقه من این آرام آرام به هم زدم. خلاصه خمیر آماده شد و این مدت نیم ساعت میمانیم. مدت 20 دقیقه میمانیم. تا مدت زمان میریم وسایلی که برای دیزاین زی آماده میکنیم جور میکنیم میاریم. تا مدت 30 دقیقه شد گذشت دیگه. من میخوایم که آرام آرام میره به شکل کروله جور کنم و بعدا به شکل خجور. یک تعدادش یک مقدارش البته به این شکل کلش ساختم درست کردم. ما مدت 15 دقیقه به این شکل میمانیم و بعدا شروع میکنیم به دیزاین دادن. از 15 دقیقه گذشت و ما حالا میخوایم که این خمیر آماده کنم و شکل دیزاین بدم. البته وقتی که میگیرین به دستتون به این شکل میکنین. خوب یک چند دقیقه مساج میکنیم خمیره به این شکل. بعد از اون
شلیگکا یا هر چیزی که خودتان بخواید دیزاین بتین میتونین عزیزان. ببینید خوب شکل دیزاین مقبوله به خود گرفته. من این دیگه همیشه به این شکل آماده میکنم. دوستو اگر شما بخواین که خرد آماده کنین چوچگک البته میتونید با خواست خودتان است، ولی من حوصله ندارم عزیزا. مقصد عزیز که هر قسم بخواین میتونین. میبینین داخلش چطور خالی میه. وقتی که کش میکنین همین خودش داخلش چطور خالی میه، یعنی داخلش خمیرک نمیمانه که خمیرک باشه، باز در دبل بانه قسم نمیمانه. هم از زیر آماده کردم. میبینین بسیار مقبول آمد و بسیار دیزاینش مقبول. یک مقدارش مانده که البته دیگه ایش هم آرام جور میکنیم. در خودم اول اینا را که جور کردیم میریم در روغن مندازیم. روغن قبلا ماندیم در سر گاز و البته روغن زیاد داغ نباشه، برابر باشه، به خاطر که اگر بسیار داغ باشه باز زود سرخ میکنه و داخلش پخته نمیشه. و یک تعداد از دوستا و عزیزای ما همیشه میگن که ما خجور آماده میکنیم پخته میکنیم ولی داخلش خمیرک نه. نظر به این است که خمیرش ملایم میمانند. دیدین خمیرش اگر داخلش خمیر کمک سخت کنین بسیار خوب و بهتر میاد. بسیار یک رنگ مقبول به خود گرفته و ما البته نابختنه منه که ما خودم کلان همونطور پخته کردیم به شکل هر چیز ما کوشش بکنیم تقلید از کابوجان کنیم. این دوریش کشیدیم دیگه میندازیم آرام ایزا خجور آماده شد و بسیار قدر زمانم نمیبره، بسیار آسان و ساده هست و یک تعداد از دوست دارن که دسری شیرینی بخورن. شما میتونین که در ماه مبارک رمضان از این جور کنین برای سریتان یا بعد از غذایتان یک زرگک شیرینی میخورین. هر رقمی که خودتان دوست دارین میتونین. ایزا شما میتونین که مقدار زیاد آماده کنین و در داخل ببارین که خوب سرد شود. وقتی که سرد شد در پلاستیکا بانین و داخل یخچال نگهداری کنین. مدت یک ماه میتونین که شما از این خجور استفاده کنین، هیچ خراب نمیشه و تا هر زمان خودتان بخواین نگهداری میشه. یک تعداد از دوستا همیشه بر ما میگفتن که ما وقتی که خجور آماده میکنیم داخلش خمیرک میه و ما بر شما طریقی خمیرش نشان دادم. کوشش کنین خمیرش سخت بگیرین و یگانه کاری که میکنین ایزا کوشش کنین که دش از هارد البته سبوسدار استفاده کنین، چون هارد سبوسدار هم به خودتان فایده داره و هم بسیار مفید است برای خودتان و دوم دیگه ای که بسیار خوشمزه و طعم از این خیلی خوشمزه میکنه. و ما امیدوار هستم که از این پختنی خجور خوشتان آمده باشه و باش که براتون یک دانه شما توته کنیم که ببینین داخلشه. میبینین داخلشه، میبینین بسیار پوک و بسیار البته سبک و خوشمزه باشین که به جایتان خالی. من یک دانه نفلان کنم بسیار خوشمزه. اینا من همیشه کوشش میکنم که چند دانه را توته کنم که به شما خود معلوم شه. میبینین عزیزا خمیرک نیست، بسیار طعم خوبه. حتما یک بار از این امتحان کنین، آماده کنین، انشالله پشیمان نمیشین و امیدوار هستم که از این ویدیو ما خوشتان آمده باشه و تشکر بسیار زیاد از تک شما. امیر جا داره که از تک شما ما یک تشکری خاص کنم با خاطر از اینکه شما کامنت های زیبا می نویسین و مرا تشویق میکنین. بسیار تشکر. هر کجایی که هستین آرام و سرفراز باشین و قبل از این دوستا یک چیزی فراموشم نشه. یک رمضان پر از خوشی، خوشبختی، پر برکت و تن سالم جان جور براتون آرزو میکنم. انشالله آرام و سرفراز باشین.